بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. عصر جمعه، رقص شورانگیز باد، حلقه زلف تو را آرد به یاد. چیست این دلشوره های بیکران، پشت کاشی های سبز جمکران؟ کشتی امید در گل تا به کی، بانگ اللهم عجل تا به کی؟ تا به کی از داغ هجران تو صبر، جلوه کن ای آفتاب پشت ابر. السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام امیر شهر سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا، منتظران ظهور حضرت حجت ابن الحسن، ارواحنا له الفدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. رسیدیم به جمعه های یاد خدا، جمعه هایی که در یاد خدا هم یاد خدا جریان داده، هم یاد آخرین ذخیره خدا، منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و انشاءالله با موضوع مرتبط با ایشون برنامه‌مون رو پی خواهیم گرفت. و استاد عزیزی هم قدم به چشم من گذاشتن که بعد از سلام و احوالپرسی محضرشون انشاءالله گفتگومون رو شروع میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین کفیل زحمت کشیدن، تشریف آوردن به برنامه خودشون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم از زیارت. سلامت باشید. خدا رو شکر که آدم در روز جمعه لایق دو سه جمله پیرامون وجود نورانی امام عصر صحبت کنه. زنده باشید. و خوشا به حال شنوندگان عزیز و بزرگوار، بینندگان بزرگوار، بزرگوارانی که به طور طبیعی این غروب جمعه دل میگیره و عملا این دل گرفتگی خودش سبب میشه که آدم پیوندش رو محکم تر کنه. و از کرونی از کرکم، یادم کنید یادتون میکنم. عاشق با یاد معشوقش آرامش پیدا میکنه. اگه معشوقش رو نمیبینه، اگه محبوبش رو نمیبینه، همین که او رو یاد میکنه و به یاد اوه، اثر وضعیش اینه که یه تسکینی پیدا میکنه. و خدا رو شکر، خدا کنه که هرچی دلمون میگیره یا صاحب زمان بگیم، هرچی دوست داریم نشاط پیدا کنیم یا مهدی بگیم. یا مهدی سلام الله علیه. وجود امام اصلا وجودش اطمئنانه. آدمایی که با امام ارتباط دارن اصلا به یه اطمینان نفسی میرسن، به تعبیری بزرگ میشن. این لیطمئن قلبی تو وجودشون تجلی پیدا میکنه. و هرچه بتونیم، این واقعا توفیق، هرچه بتونیم این ارتباطمون رو مداوم کنیم. من یه موقعی خدا قسمت کنه بریم حج انشاءالله. الهی آمین. در خدا رو شکر دیگه حالا مسیر عمرم باز شده و خدا قسمت کنه. یه موقعی به ظاهرا میگفتم اصلا خدا ما رو دعوت میکنه که بیایم بگیم لبیک یا اللهم لبیک بگیم. یه چند روزی بچشیم با خدا بودن رو. یه چند روزی آدم طواف کنه، مشعری، منای، حالا تا ایام حج، تا ایام عمره. بالاخره این چند روزی که میاد مسجد الحرام و میره، این میچشه با خدا بودن رو و بعد میفهمه که چقدر با خدا بودن لذت داره، چقدر به تعبیری دور خانه خدا گشتن صفای دل داره. وقتی میچشه، وقتی برمیگرده دیگه میخوره. یعنی به تعبیری واضح بگم، اونجا به ظاهرا میگفتم وقتی چشیدید دیگه غذای سالتون میشه، دیگه سفره طعامتون میشه، دیگه نمیتونید بدون خدا زندگی کنید. وقتی آدم جمعه میشه، ندبه میخوانه، عهد میخوانه، آل یاسین میخوانه، گاهی یاد امام میکنه، عصر جمعه صلوات زهرا و اصفهانی میخوانه، این کنه میچشه با امام زمان بودن رو.
این دیگه از روز شنبه که روز هفتهش آغاز میشه، این سعیش بر اینه که دائما با امام باشه. اینجا یه مزمزی کرده، یه ارتباطی برقرار کرده، دیگه دوست داره تمام هفتهش با یاد امام باشه. و عملا جمعه یک فراغت انسه، یک فراغت خلوته، یک فراغت ارتباطه و خدا کنه جمعه هامون رو قدر بدانیم. الهی آمین. و خدا کنه جمعه هامون لحظاتی رو برای اماممون اختصاص بدیم. الهی آمین. الهی آمین. جمعه بهترین روزهای هفته است. بله. روزی که ما در انتظار ظهور بهترین انسان‌ها هستیم. بله. انشالله اون جمعه وعده شده رو هممون درک بکنیم. به برکت همین دعاهای قشنگی که شما فرمودید مردم زمزمه میکنن در روزهای جمعه، خیلی روزهای دیگری در طول هفته عمده روز دعا و مناجات و نیایش برای مردم روز جمعه است. به برکت این عهدها و ندبه ها و سماعتها و آل یاسین ها و اینها چشممون زودتر روشن بشه به اون جمعه وعده داده شده و رخسار دلارای یوسف زهرا انشالله. خب به نظرم اصلا مقدمه خیلی خوبی هم شد. ما قراره که انشالله از این به بعد روزهای جمعه خدمت آجای کفیل باشیم، دعاهای مهدوی رو بهش بپردازیم و برای ما تبیین بکنن و ببینیم که محتوای این دعاها ادعیه چی هست و انشالله باعث انس بیشتر ما هم بشود نسبت به ادعیه مهدوی. از کدوم یکی از دعاها شروع می‌فرمایید؟ ما حدود 20 دعا در مفاتیح خدا رحمت کنه شیخ عباس رو پیرامون امام عصرشون ذکر کرده. 20 دعا. بله حدوداً 20 دعاست. بیشتر دعاها تا آداب سرداب آمده. حدود 12 دعا رو ایشون اونجا ذکر میکنه ولی اختصاص به سرداب نداره. به طور طبیعی چون مکان اختصاصی حضرت بوده اونجا ایشون بیشترین دعاها رو ذکر میکنه. حالا هر مثلا چجوری ما میگیم روز جمعه روز امامه، یا مثلا حرم امام رضا آدم یه موقعی پنجره‌ای باز میکنه یه دربی باز میکنه، ایشون هم عمده دعاها رو اونجا ذکر کردند. و ولی خب جاهای دیگه مفاتیح هم دعاهای مهدوی آمده. من سعیم بر اینه که تو گام اول تقریبا 5 دعایی که جامعه ما دائما باهاش انس داره و بیشترین دعاهای مهدوی رو میخوانه یه توضیح مختصری بدم انشالله. و بعدم اگر بخوایم واژه به واژه وارد بشیم کلمه به کلمه خب خیلی زمان میبره. یعنی عملا منم سوادشو ندارم، واقعیتش اینه که بخوام کلمه به کلمه شرح بدم اون یه عالمی رو میخواد که انصافا استاد موضوع باشه. تواضعشون. نه عملا اگر بتونیم هر دعایی رو کلی بپردازیم که این دعا میخواد چی بگه که مخاطب میخوانه این فضای دعا دستش بیاد، روح کلی که در روح کلی این دعا. و جایم بعد جاها مطرح شده بعد از مخاطبا شنیدم که مثلا ارتباطشون با اون دعا خیلی بیشتر شده یا وقتی فهمیدن که این دعا چی میخواد بگه یه مقداری پیوندشون محکمتر شده و بیشتر دعا رو خوندن. تو دعای مهدوی دعایی که خب سفارش شده صبحگاهان آدم بخوانه دعای عهده. در مورد دعای عهد ما داریم من دعا به هذا العهد 40 صباحا، کسی که 40 صبح این دعا رو بخوانه. اینجا شاید برای بینندگان سوال مطرح بشه که مراد از این 40 صبح چیه؟ ما باید 40 روز پشت سر هم بخوانیم؟ مرحوم مجلسی علامه رحمت الله علیه یه بحثی دارن تو بهار الانوار که روایات عدد 40 رو ایشون میاره. برداشت این محدث بزرگوار اینه که ما هر جا عدد 40 داریم یعنی 40 روز پشت سر هم. یعنی اگه در روایت آمده من دعا به هذا العهد 40 صباحا ایشون فرماد 40 روز پشت سر هم، اما به این معنا نیست که من دیگه یه 40 خواندم دیگه بگم خب نه، این اتفاق بیفته. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. داشتم الان به همون فکر می‌کردم رحمت الله علیه. در وصفشون آمده که وقتی از دنیا رحلت کردند و خدا رحمتشون کنه مفاتیحشونه که دیدن اصلا این نخل مفاتیح رو دعای عهده. یعنی ایشون ظاهرش اینه که تا آخر عمر مقید بودن این دعا رو هر روز بخوانن. بعض از بزرگان نظرشون اینه که تو نظام زندگی خوندن دعای عهد بسیار موثره.
تعبیر اونها اینه که دعای عهد و ثوابی نگاه نکنه، چون روایت داره کسی که 40 صبح بخوانه، صبح هم مراد صبح عرفیه، یعنی مثلا ما 9 صبح هم به هم برسیم، همه الان من گفتم 9 صبح 10 صبح، بعضی فکر میکنن مثلا باید بلافاصله بعد نماز صبح بخوانن یا قبل از طلوع آفتاب بخوانن، نه، بهتر اون موقع خونده بشه، ولی صبح عملا تا قبل از زوال رو عرب صبح میگه، صبح عرفی 9 10. صبح آدما متفاوته دیگه، اون صبح شما هر صبحی هست، هر صبحی 8 9 7 10 به قول شما. عملا 40 صبح اونجا تو روایت داره کسی که 40 صبح بخوانه هر کلمش 1000 حسنه داره، 1000 سیئه‌اش پاک میشه و به طور طبیعی جزء یاران امام میشه، جزء رجعت کنندگان میشه. 4 فضیلت ویژه برای دعا ذکر شده، انصافا هم ویژه است. چند دقیقه طول میکشه حدوداً یه نفر بخواد دعای عهد رو بخونه؟ 4 5 دقیقه. 5 دقیقه نهایت. بعضیا میگن به ثوابش نگاه نکن، به نیاز نگاه کن. ما بعضی وقتا تو ادعیه مثلا میگیم خب اینقدر ثواب داره بخونم، اما کسی میگه این غذای روز منه. ما هیچ وقت بهمون نمیگن مثلا قرمه سبزی بخوری اینقدر ثواب داره، صبح مثلا خامه عسل بخوری اینقدر ثواب داره، نه، طرف میگه من اول صبح باید صبحانه خوبی بخورم انرژی بگیرم. آره. ما عملا اگر به ادعیه و زیارات نگاه نیاز بکنیم، انرژی بگیرم، من نیاز به این غذا دارم، به تعبیر زیبای شما انرژی بگیرم. حتی زیارت عاشورا رو شما نگاه کنید، بعضیا مثلا بهشون گفته شده فلان عاشورا میخوند، مثلا شب اول قبر مثلا برکاتی براش وارد شد، عذاب از قبرستان برداشته شد. اینا درسته ها، من نمیخوام منکر اینا بشم، واقعا هم این آثار رو داره. اما کسی میگه اصلا من نمیشه عاشورا نخونم، میگه تو زیارت عاشورا نزدیک 18 دعایی که آمده ها اینو باید بخونم، من به این قضا نیاز دارم. دعای عهد هم تو دعای اینجوریه، یعنی اگه آدم بفهمه نیاز رو دیگه، اگه مثلا سوادش هم کمتره رو گوشی ضبط میکنه پخش بشه، یا سیما خدا رو شکر دعای عهد رو چند بار پخش میکنه، شبکه‌های متعدد دعای عهد رو پخش میکنند. این خودش خیلی خوبه که ما تو برنامه زندگیمون تعریف کنیم این دعا رو حتما بخوانیم. برکات و آثار و نکاتی که گفتن فراوانه. اما تو دعای عهد میخواین اول اینجا شروع کنیم چرا بهش میگن عهد؟ چون پیمانه. تو خود دعای عهد یه گامش پیمان با امامه که به جملش رسیدیم انشاءالله یه اشاره میکنم. چون عملا این صبحگاهان آدم یه پیمانی با حضرت میبنده. یعنی ما 40 صبح خوبه که هر صبح با امام زمان یه عهدی ببند پیمان در این دعا. و بعدش هم اون بحث اولی که کردم این بچشیم و بخوریم دیگه، وقتی که 40 صبح آدم عادت کرد بخوانه دیگه ازش قطع نمیشه. وقتی کسی فقط برای رفع تکلیف مستحبی عرض میکنم، نه مثلا این کارو میکنه برای بردن ثوابش و اینا، یه وقتی کسی ندیگه به تعبیر شما یه مقدار بیشتر میخواد، آره، هم انس میگیره، هم حالا انرژی میخواد ازش بگیره، نورانیت میخواد بگیره، معنویت میخواد تأثیر بگیره تو زندگیش، برای دنیاش، برای آخرتش، به نسبه دیگه. همه آدما به دعا نیاز دارند. همه آدما. یعنی ما حتی تو اهل کتاب هم پیونده با دعا رو میبینیم و تو ادیان گذشتم اصلا زبور داوود کتاب دعایی بوده. یعنی هم مسیحی ها هم یهودی ها هم خود اهل سنت قالب دعا رو دارند. من یادمه عصر عرفه تقریبا نزدیکای غروب بود، اومدم جبل الرحمه، دیدم تقریبا تمام کوه رو اهل سنت گرفتن و همه دست به دعا. یعنی عملا فهمیدم این وقت دعا اونا هم از این قالب دعا جدا نمیشن. این قالب دعا یه قالب نیازیه. حالا هر کسی تو هر مکتبی که هست، هر آیینی که هست، این احتیاج به معبود رو احساس میکنه که من محتاجم و باید ارتباط برقرار کنم و باید یه انسی بگیرم. خیلی خوب، اگر اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم، برگردیم شروع کنیم از ابتدای دعای عهد. هر جایی که شما گلچین میکنید بیشتر صلاح میدین راجبش صحبت بکنید و استفاده بکنیم. بعدم خیلی بده که یه وقت یه
بنده خدایی رو من دیدم با سن بالا، شاید مثلا 40-50 سال بود، یه دعایی رو توی قنوت نمازش میخوند، بعد من متوجه شدم معنیشو نمیدونه. اون دعا رو بعد از 40-50 سال هنوز نمیدونست که چی میخواد از خدا، فقط چون شنیده بود و دیده بود که پیش نماز مثلا میخونه و حفظ کرده بود و میخوند. خب اینم البته یه مرحله از نوریت رو دریافت میکنه آدم، ولی خب چقدر خودم بدون چی داره میگه، حالا لذتشو میبره. آره، قصد اون واقعا همینه که انشالله حتی شما که الحمدلله اشراف دارین، تبیین بیشتر دعای عهد رو انشالله بعد از فاصله که میگیریم و میایم میشنویم و استفاده میکنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای عهد و تبیین مفهومی این دعا با توجه به فرازهایی که داره توسط استاد کفیل عزیز. بسم الله. دعای عهد اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم 8 گام زندگی مهدویه. یعنی ما همش دعامون اینه که خدایا زندگیم امام زمانی بشه. الهی آمین. همش دوست داریم بچه‌هامون رو مهدوی تربیت کنیم، خانمون مهدوی بشه. تو این سیری که تو دعای عهد میبینیم میتونیم 8 نکته رو برداشت کنیم و این 8 محور رو تو زندگی عملی کنیم و به تعبیر گام به گام بیایم جلو. فقط نگیم دوست دارم زندگیم امام زمانی بشه، دوست دارم بچه‌هام مهدوی بشه، نه عمل کنم. واقعش مدل به مدل پیش بریم به نتیجه برسیم انشاءالله. محور اول دعا با خداشناسی شروع میشه. ابتدای دعای عهد 16 صفت حضرت حق اومده، یعنی عملاً خدا به ما معرفی میشه با عبارت قشنگ. باز حالا بنام نیست واژه به واژه ترجمه کنم یا توضیح، عزیزان میتونن خودشون دنبال کنن. ولی ببینید اللهم رب النور العظیم، رب الکرسی، رب، اینا همه واژه‌های انصافاً مثلا وسع کرسی و سماوات و الارض. آدم همین کلمه کرسی رو ببینه چقدر جایگاه عظیمیه. بعد یه مقداری که میایم جلوتر مثلا و رب البحر المسجود، دریای پهناور. به این مدل نعمت خدا اکتفا نمیکنه یا امام صادق اکتفا نمیکنن. منزل تورات و انجیل و زبور، نازل کننده تورات، انجیل، زبور، 3 کتاب اشاره میکنه. منزل القرآن العظیم، یعنی همه جوره داره خدا معرفی میشه. این خدا کیه؟ به دریا بنگرون، دریات، یعنی عملا هر جا بنگری خدا، به هر جا بنگری خدا رو میبینی. عرش رو ببینی خداست، زمین رو ببینی خداست، دریا رو ببینی خداست، قرآن رو ببینی خداست، تورات رو ببینی خداست، همه جا خدا. تو دعا داره یه جوری بر ما تبیین میکنه ها، همه چیز آیت اللهه، همه چیز نشانه خداست. این نگاه رو داره ایجاد میکنه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است. واقعش همینجوره. خدا رحمت کنه. این شعر زیبایی که خوندید من به یاد خاطر افتادم. یکی از اساتید میفرمودن علامه طباطبایی رحمت الله علیه، شیوهشون این بود، یه باقی بود میرفتن علامه، بعد تو باغ یه درخت گیلاسی بود. این دانه های گیلاس خب اول نارسن دیگه. علامه زیر این درخت گیلاس می نشستند، به این دانه ها نگاه میکردن و گریه میکردن. بعدش خب این گیلاس رسیده میشد. ایشون میگه بعضی از این دانه ها رو به خاطر علامه نمیچیدن. وقتی رسیده میشد آرام آرام مثلا دیگه پوسیدگی پیدا میکرد و گریه علامه بیشتر میشد. آخره ایشون میگه گاهی علامه طباطبایی 50 دقیقه فقط به درخت نگاه میکردن و گریه میکردن. ما بهشون میگفتیم که چیکار دارید میکنید، این چه سریه؟ فرمودن به زوال عمر مینگرم. یعنی عملا این نارسی، رسیدگی، بعد همینجوری این رسیدگی به موقع چیده نشه، از این عمر استفاده نشه، بهره نشه، چه اتفاقی میفته. خب ببینید این علامه، یا خدا رحمت کنه مرحوم الهی قم شیعی رو، خب ایشون بازی که از اساتید میفرمودن ما با مرحوم الهی گاهی تابستون بود باغ میرفتیم، ایشون سحرها بیدار میشدن، شاید ساعتها به آسمان نگاه میکردن و زجه میزدن. اینا چی میدیدن؟ یا مرحوم میرزا جواد آقا ملک تبریزی صاحب المراقبات رحمت الله علیه، اون چه نقل شده میگن وضو گرفتن مرحوم میرزا جواد آقا گاهی تا 1 ساعت طول میکشید. نه که 1 ساعت دست بکشند و آب بریزن. گاهی کسی وسواس داره، مسیر شیطانی داره میره. اما میگن از اتاق بیرون میآمدن همین جور به آسمان نگاه میکردن،
تا برسن به محلی که وضو میگیرن. خب اینا چی میدیدن تا حالا؟ تو قنوت نماز شبشون آمین جواد آقای ملکی تبریزی شنیدم این بیت رو میخوندن به فارسی: زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب. رحمت الله. آقا فرمودن توی جلسه. ببینید اینا تو عالم چی کار میکردن. این دعا داره اول صبح به ما میگه این دعا رو بخون، همه جا خدا رو ببین. بعد باز میاد جلوتر امام صادق سلام الله علیه اشاره قشنگی که دارن، بعد میان یه مقداری نگاه توحیدی بر ما ایجاد میکنند. یا حیاً قبل کل حی، یا حیاً بعد کل حی، یا حیاً حین لا حی. همش تویی، ازلی، ابدی، سرمدی، همش تویی. اگه بخوایم به این عبارت دقیق نگاه کنیم، اگه بخوایم واقعا تا عالم خدایی زندگی کنیم، باید از خدا کسب هویت کنیم. تو گام اول اگر انسان خدا رو بشناسه، راه شناخت خدا اینه که محیی الموتی خداست. من اگه میخوام زنده بشم، اگه میخوام دلم زنده بشه، اگه دلم میخواد روشن بشه، باید یا الله بگم محیی الموتی. یعنی گاهی فرد میگه آقا کدرم، گرفتم، به هم ریختم، به تعبیر یه جوری زندگیم به هم ریخته است. به خصوص عصر مدرن این به هم ریختگی خیلی زیاد میشه. این تکنولوژی کنار همه آثاری که داره، یه مقداری فضای زندگی رو، نه فقط سر و صداشا، اثر وضعیشه. بله. به طور طبیعی شما هر چی پای موبایل میشینی یا این گرفتگی برات به وجود میاد، این اثر وضعیشه. تو ارتباطات، تو گفتگوها، همه اینا رو زندگی آدم اثر میگذاره. اینجا آدم وقتی اول صبح دعا میخونه میگه این دل میمیره چجوری زنده میشه؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این پیوند آدم رو زنده میکنه. خب وقت انسان میگه ممیت الاحیا، عملا زنده با یاد تو، به تعبیری مرده با یاد تو زنده میشه. از تو هم انسان دور بشه مرگه. کی مرده است؟ اون که نفس نمیکشه؟ نه، اونی که الله نمیگه، اونی که تو حالا با خدا رفاقت نمیکنه، اونی که سر سفره خدا نمیشینه. نفس میکشه، اما چه نفس میکشه؟ به طور طبیعی نفسی داره میکشه. دعا داره میگه تو گام اول زندگی خدا رو بشناس. وقتی شناختی از خدا کسب هویت کن. بحران اول جامعه ما بحران هویت. همه گرفتار هویتند، همه درگیر هویتند. به طور معمول همه اصلا از القاب خوششون میاد، از عناوین خوششون میاد. گاهی همین القاب و عناوین کم میشه به هم میریزن، قصه دار میشن، هرس میخورن. چرا این لقب منو نگفت؟ چرا عنوان منو نگفت؟ چرا اینجا مثلا جایگاه منو نفهمید؟ گاهی حتی تو نظام خانواده این اتفاق رخ میده. اما دعا داره میگه خدا را بشناس، نعم خدا را بفهم و از خدا کسب هویت کن. الهی که همین قدری که شنیدیم در حق همه مستجاب بشه. خیلی ممنونم. چون بحثمون دعا بود، عرض میکنم که دعا میکنم غرق باران شوید، چو بوی خوش یاس و ریحان شوید، چو یاران مهدی شمارش کنند، شما هم جزو یاران شوید. ما هم بشویم دیگه، ما هممون جزو یاران شویم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا یا حق. خداحافظ.